باید ذکر نمایم که امروز در تاجیکستان کمتر بیشتر از 8 میلیون شهروندان زندگی میکنند و این نفوذ اهالی از آن گواهی میدهد که تقریبا زیاده از 3 میلیون شاید حق فعال سیاسی دارند و کمتر از این با در نظر داشتی طلبات معیارهای مربوطه کنستیتوسیه و قانونگذاری تاجیکستان، یعنی باید از 35 ساله زیاد باشند، تحصیلات عالی داشته باشند، از زبان دولتی برخوردار باشند و غیره، برای اشغال مقام ریاست جمهوری تاجیکستان امکانیت و شرایط دارند. ولی چون نه همه جرأت و شجاعت و مسئولیت ملی دارند و یا خود نبودن کفالت امنیت شخصی و کمتر بودن دیگر زمینه های ضروری برای دایر نمودن انتخابات آزاد و دموکراتی از به طور آشکارا ابراز نمودن عقیدهشان خودداری کنند. ولی به هر صورت وقتی که ما فقط با یک کس محدود میشویم این تحقیر ملت است و من گمان نمی کنم که امروز در تاجیکستان تقریبا 5-6 نفر واقعا شخصیت های شایسته نباشند که برنامه های رسمی دولتی تفاوت نداشته باشند در مورد اصلاحات ها و تحولات جدی دایر به سیاست، اقتصادیات، بهبودی روزگار مردم، خوبتر کردن صفت سطح زندگی شهروندان، بازگردانیدن مهاجرین به مهنت، مهاجرین کاری از خارج کشور به تاجیکستان تا که حقوقهای کنستیتوسیونی و مهنتی خود را در کشور خود عملی کنند و غیره. اما برای این را درک نمودن فراست و مسئولیت ملی ضرور است و موافق مقصد می بود که با رعایت و آداب سیاسی و درک مسئولیت، چون حل بیشتر این مسئله ها در ارتباط به دایر نمودن انتخابات حقانه ریاست جمهوری تاجیکستان در کشور ما از دایره های نزدیک به ریاست جمهور و شخصیت او به خصوص وابستگی دارد، محیطی ضروری را به وجود آورد و حتما شرط نیست که 90% و زیاده از 90% وابسته از نتیجه انتخابات و تقلب یک شخص رای گیرد. این دوره ها گذشته است و از این خاطر اینچنین خوب نیست وقتی که شخص های تصدفی رو با استفاده از معیارهای قانونگذاری همچون نامزد معرفی میکنی ولی اصلا اونها میان مردم محبوبیت ندارند و زمینه اجتماعی نیست. از این خاطر موافق مقصد می بود که چند نفر در اساس اختیاری و با استفاده از مکانیزم هایی که قانونگذار مقرر نموده است در این انتخابات اشتراک کنند، امکانیت و شرایط یخیله داشته باشند و اگر نتیجه انتخابات مورد بحث و مناظره نامزدها نگردد پس این زمینه خیلی خوب را برای تحکیم اساسهای وحدت ملی به وجود می آورد. ولی وقتی که در بین انتخابات ها درباره وحدت ملی خودشناسی، خود آگاهی و افتخار ملی گپ میزنیم این منطقا نادرست است و طوری که از علم سیاست شناسی و تجربه سیاسی مملکت های متمدن برمی آید محض انتخابات ها و رای پرسی ها مکانیزم مهمی دموکراتی تامین وحدت ملی پذیرفته شده‌اند و گمان میکنم که امروز با در نظر داشت تجربه های جهانی و فعالیت و دسترسی داشتن به شبکه های مختلف اطلاعاتی تشکل دهندگان افکار سیاسی پرزیدنت تاجیکستان نیز این را درک میکنند و به طور باید شاید میفهمند.